به یه جای گیر افتادی و اگه میخوای زنده بمونی باید یکی از اینا رو تا آخر بخوری. بریم که با هم ببینیم. مورد اول بشقاب کرمه. تو باید این بشقاب رو تا ته بخوری تا بذارنت بری. و مورد دوم بشقاب سر خروسه. تو باید این بشقاب رو کامل بخوری و البته این سر خروس پخته نیست، میتونی بخوری. و مورد بعدی این دیگه خیلی چندشه. تو باید تا آخر پوست ما رو بخوری که تا آزادت کنن. مورد بعدی بشقابیه که پر از سوسک قرمزه. سوسکا رو از کجا جمع میکنن اینا؟ آیا از دستشویی؟ مورد آخر که بدتر از همشونه به نظر من اولیه بهتر بودن، اینه که تو باید لیوان ادرار رو تا آخر بنوشی تا رهات کنن. فکر نکنم همونجا میمیری تو.